حال بشم. فکر کنید اینجا خونه سنگی رو مشاهده میکنید، هیچ آبی داخلش نیست. این داخل چیزی کنید تخت داره، چیزی نداره، میره نشسته برو دیگه. نمیشه اینو مشکل میکنم، نمیتونم حالا بریم خونه اختاپوس که بعضی عاشق باشن. اونایی که اختاپوس دوست داریم بگید چیه؟ هر تخمی پیدا میکنم این الان اختاپوسه. سلام اختاپوس. خودم این مشکل ببخشید دیگه اختاپوس. این جدی نبا چیه؟ شکل بابا ساعتی گرفتم. ها بچه میشه پاتری چه حالا خودم نمیشه بذار بکنم چیزی بگیم بالا بودیم بالا نگاه کنیم صندوق شکل یه تخت کل هستی کاراکتر مورد علاقه بعضی که اگه کاراکتر مراقبته بنویس پاتریک و یک قلب بزن که کاراکتر مورد علاقه من عاشق باشم. اختاپوسه کجا میری؟ بیا اینجا ببینم بابا. اختاپوسه احمد خونت نمیدونم میخوای بری سرکار ببر برو سر کارت و جای دیگه ای بری میکشمت عاشقا. حالا اینجا ندید اینجا نمیدونم خونه چیه مزخرفه بابا. میگم برو سر کارت دیگه اسکولی میزنه. حالا هرچی رستوران آقای خرشنگ رو پیدا کردیم. ببینیم چی داره. گفت صندوق دست در به نیاز ندارم. این همون موقع است که چیز با اسفنجه میاد به همه مایی اون بالا به همه مایی غذا میده. این گفت صندوق آقای خرچنگ اون سریشو میده داخلش نگاه نکن. من نگاه باز نمیشه جلوشو بسته. ندید بدید. اینم اجاقواز چیز اسفنجی این چرا باز نمیشه؟ اینو چیه؟ اینجا گوشت آقای بابا اسفنجیه. حالا فوزون نباشیم دیگه. اینجا تختش چه باحال. من زیاد از اینجا میترسم. مثل بدی به اینجا میده تو تاریکی. من میترسم. حالا آقای خرچنگ مشکل داره.
یا صدفه با یک چیزی توش ننوشت. چیه؟ چی؟ باید اگه شما هم دوستی داریم که عاشق با اسفنجی و شما عاشق با اسفنجی توی کل لایک کنید کسی باید دوستی دنیا با اسفنجی چالش داره ترسکم هست بچه ها اگه بخوای من میتونم براتون بازی ترسکم بزنم نه رو دیگه من میخواه سبب شد